مامان و بابای مامان برای شما عسل هم آوردن، اما عسل خوردن چون یک کمی سخت میشه ممکنه بچه که بعد میزا رو الان میخوایم روش مشق بریزیم ریاضی کار کنیم. من خواهش کردم عسل حالا شماها خونه بخورید، ولی خانم آقای نجفی زحمت کشیدن عسل برای شماها آوردن. نون هم بخوریم آره ما خودمون براشون بذاریم اگه خواستن. خب هر کی میخواد به بابای مامان برایش یه ذره بذاره. خب عسل میخوان مثلا قاشق من پلاستیک قاشقا رو خورده سیاه بچه ها همیشه اینا کارهای گیاهی بچه ها مال قبل از عیده خوش شده، ما مخصوصا جمع نکردیم که بمونه بعد بچه ها هر روز بیان نگاه کنن الان اونا همه خوش شده. بله بچه ها خیلی ممنون اینقدر تمیز داریم غذا میخوریم صبحونه میخوریم هیچی نریخته زمین نریخته. بعد میدونی چرا؟ چون میبایستدی اینو بیاد رو بزن مامان تو تخمه تو باید خب بعد رو خرید کنی تو چی؟ انتخاب رو باید روزمه کم کم تخمه مرغ رو میخواد. آره آفر خب میخوای من نصف کنم برای اصلا بازی خودت بلدی. آفرین عزیز جان چی عزیز جان؟ بله خب آفرین بچه هایی که وقتی لقمه توی دهنشون بنده رو میخورن. آفرین باز دوباره نون پنیراتو بخور مامان. مامان بشین نون پنیراتو بخور بعدا من دوباره میریزم. خب بشین بیا این در این در جان تموم شده نون بسیده خانم من این تو کانال دیگه هم تموم شده خانم بیا بشین این وسط هم هست. بابا